ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. خب حالا که مشکلتان حل شده با مام قصه کن. دیروز به توبراکام زنگ زده بودی. او بیچاره صدای گریه که شنید بسیار به تشویش شد. اما تو مشکلت به او نگفتی. مادر یک اب بود رفت و گذشت دیگه در این باره از من چیزی نپرسین. لطفا این موضوع را فراموش کنین. تشویش نکنین. خودم به توبراک زنگ زده او را میفهمونم. تو همه قسم فکر کن. اما ای که از صبح تا حال سر من چی تیر شده خدا خبر داره. زیاد گپ نزن خانم. دخترم گفت که موضوع حل شد. به ما همین مهم است. تو هم دیگه متوجه باش دختر. بریم نمیگی دختریم؟ مادر چی میشه مادر جان؟ سرم فشار نیارین. اگه براتون بگویم جگرخون میشین. این موضوع رو دیگه فراموش کنین. شما راست میگفتین مادر. بدترین حقیقت بهتر از دروغ میباشه. حقیقت به یوسف گفتم. او مرا بخشید. دیگه تشویش نکنین. توران بچیم. تمامی بدبختی ها با آمدن تو دهی قصر آغاز شد. اگه او توپراک به صفته دایی تو ده قصر نمی آمد باز. یوسف بچیم دادامه او شیطان هرگز بند نمی ماند. هیچگاه بالایش عاشق نمی شد. دیدی نه بچیم؟ آینده تو را بسازیم گفته. آینده بچه خدا خراب ساختیم. جانم بچه مقبول من، بچه یک دانه من. ایره ببین. اوی خوش آمدین یوسف خان. خوش باشن خاله. با خدا تمام روز به شما فکر میکردم. چندین بار به هر دوی شما زنگ زدم. وقتی هیچ کدامتان جواب ندادین باز به تشویش شدم. تشویش نکنین خاله. ما و هوا با هم بودیم. حالا امور خانه رساندم آمدم. اوه خدا را شکر. ما میخواستم به خانم حمیده آب ببرم. مادرم در بالاست. در اتاقشان هستن. درست است من میبرم. تو به خدای دختر مثل ملخ شده. یک بار خیز زد، دو بار خیز زد، هیچ گیر نامد. اما عاقبتش خدا بخیر بسازه. شب بخیر مادر.
حالا دیگه در این شبام خیر نمانده بچیم. بخشیدیش اما ترسنی؟ نتونستم مادر. از او دور شدن نتونستم. کوشش کردم اما نشد. یوسف من. بچی خوش باورم. تو چطور تانستی خود به دست خود با آتش بندازی بچی گلم؟ خودت خود می سوزی. ما را با خود می سوزانی. یک بار طرف مسائل کن. من تو را شناخته نتانستم. تو مرا بسیار متعجب ساختی. مادر کدام راه دیگه نداشتم. شاید می بخیر ما باشه. شاید می قسم خوشبخت شو. مادر من نمیتونم از خود فرار کنم. میگم بسیار دوستش دارم. مرا درک کنین لطفا. بچیم درکت میکنم. بالای تو باور دارم. به تصمیمت احترام دارم. اما ای قسم نمیشه بچه گلم. با ما باور کو ای قسم پیش نمیرین. ببین بچیم خودت تمام چیز با گوشت شنیدی. هر لحظه ای دختر مملو از مکر و فریب است. خب خودت میتونی که این کارش فراموش کنی. خودت آتش ننداز بچیم. آتش ننداز بچیم. در این بارم هم زیاد فکر کردم مادر. گناه بزرگی را مرتکب شده که شاید قابل بخشش نباشه. اما قلب ما این قسم نمیگه. کسی را خو از بین نبرده. فقط یک اشتباه کرده. ببینین مادر شما درباره اونا فکر نکنین. من براشون یک چاره پیدا میکنم. اونا را تنها نمیمونم. هوا یک اشتباه کرد و از اشتباه خود دوباره پشیمان شد. ای خداوندا. ای بچه من چی گناه کرده بود؟ ای بچه من چی گناه کرده بود که یه همه بدبختی را برش روا دیدی؟ راستش من خودم گناه خودم میفهمم. محمد او دختر بسیار دوست داشت. وقتی از دستش گرفت آوردش. با جایی که من ازش حمایت کنم تا آخر همراهش مخالفت کردم. گفتم از این دختر جدا شو. گفتم لیاقت خانواده ما را نداره. او برم گفتی قسم نیست. فکر میکردم من حق به جان بستم. نمیفهمیدم چون من اونا را درک نمیکردم. اما حالا خوب درکشان میکنم. محمد دیوانش بوده. وقتی انسان دیوانه کسی میشه چشمش کور میشه. من مادر تو هستم. برات اجازه نمیتم که تو بسوزی. هرگز اجازه نمیتم. مادر بیبی یک دانه مادر. مایی را هر وقت از آب بگیری تازه است ها. من تو را کاملا درک میکنم بچه. میفهمم که بسیار حالتت خراب است. اما بیبی بچه نازدانه من امشب کم استراحت کن. خودت خوب راحت بساز. با من باور کن. باور داشته باش. فردا که بیدار شدی دیگه قسم فکر خود کردی. دیگه کدام گپ نمانده که من دربارش فکر کنم.
میخوایم او خانم شاه مادر. میخوایم عروس شما شوه. مادری را قبول کنین لطفا. به خاطر ما قبول کنین. به خاطر بچه خود قبول کنین. قبول کنین. بچیم. آی. صبح بخیر خاله. خوشوی به جای خدا یک طرف بان بیا که برات چی میگم. بیا. چی میکنی خاله؟ مادرمشان آمدن میرن حال دراستن. ترم گفته بوده مادرتام از دیروز تا حال کجا گم هستی؟ خب پس این گپ تو را به تشویش ساخته ها؟ تشویش نکن، گپ قابل تشویش نیست. من رفتم به یوسف تمام حقیقت گفتم، او هم مرا بخشید. نام خدا میفهمی مشکل تو چیه؟ همیشه ما رو نادیده اید میکنی. این یگانه مشکل تو است. پس چی گپ است؟ برام واضح بگو. میفهمی جونت چی کده؟ کسی او را در شرکت استخدام کده. او هم ده همو دفتر یوسف خان. چی؟ خدایا توبه. یک کمی کم بود. صبح بخیر بچه کاکا. صبحتان بخیر بچه کاکا. روزنامه را خواندی؟ درباره نمایشگاه نوشته کردن. این خب بسیار گپ خوب است. راستی دیروز در شرکت دیده نتونستیم. وقت در ازمیر بودی یک کارمنده استخدام کردیم. کی را استخدام کردی؟ من میشناسمش. او بچه کاکا بنیامین است نه جنید. او را مقرر کردیم. او بچه از زدی کار انجام داده، خودش خود و کان داره. حالا ببینیم که این موش پشک در یک دفتر چی خواد کردن. اما شریک در بین ما میسوزیم. حتما زیر کاسه نیم کاسه است. در غیر از دشمن خدا چطور به کار میگیرن؟ من خواهیش نفهمیدم کی بچه را کی به کار استخدام کرده. یوسف در زندگی کار نمیکنه. پس او کی است؟ ما میره ازش پرسیدم اما برام جواب نداد. بسیار با غرور رفتار میکرد. خدایا توبه توبه، دیوانه خود شدم. حتما پدر مادرت هستن. زیاد منتظر خونه ماندین سلطانه. این دیوانه به خاطر ایستاد کردن موتر خود جای خوش میکرد. البته که خوش میکنم، برام بسیار ارزش داره. بیا از او پیش قصر موترای خان جغلی ها گرفتم. ما این موتر ما کجا ایستاد درست کردم؟ از داخل بیاین داخل بیاین. سلطانه ما وقت آمدیم. چطور؟ هیچ کسی بیدار نشده؟ نه کلشان دبام هستن. از او خود صداتان نشنیدن. شما بالا برین. ما حواس بانه را گرفته از پشتان میاییم. درست است؟ فرق نمیکنه، یک جای میریم. من منتظر نمیمانم، از گوشنگی میمرم. بیا از او در خانه دخترت یک لقمه نانم به ما نداد. صبر کن، فقط خانه خودت است که این قسم روان هستی. بانه ما دو زن. دست شاورته گرفته بالا برو. خاله لطفا یک دفعه اینجا بین. کاش که دیباره یک بار گپ میزدیم بچه کاکا. گپ بر گفتن نبود یوسف. کارمند ضرورت داشته ما هم استخدامش کردم. خوب کردی، اما او خود موتر فروشی شریک بود. امرای طاهر. شریک بود اما از یک سرمایه نداشت پیش برده نتونست. این بچه نمیخواد امرای پدر خود کار کنه. یک کمی بدخویی است. این حالتش که دیدم دلم سوخت. ما هم استخدامش کردم. خب در کدام بخش کار خواد کرد؟ میفهمینه که به خاطر ترانسپورت از شرکت تا زمینا با کارمند ضرورت داشتیم. محمد، این بسیار یک بخش مهم است. جنایت نو از زندان برآمده، نمیتونیم بالایش اعتماد کنیم. تو چی میگی بچه کاکا؟ درست است، بالای جنایت اعتماد کرده نمیتونی، اما بالای موم اعتماد نداری. بیا از او بیچاره خود بیگناه بود. گناه پدر خود به گردن گرفت، امی که بیرون شد دیگه امرای پدر خود کار نکرد. ما هم خواستم که کمی امرایش کمک کنم. دیگه چی گپ است؟ تا امروز در قدر کارمنده که استخدام کردیم مداخله نکردیم. بازم اگه این کارم ناراحت ساخته برام بگو. نه خیر، او گپ نیست. وقتی بالایش اعتماد داری درست است، اما بازم متوجهش باش. تو تشویش نکو بچه کاکا.
راه تخت بام از اینجا بود نه؟ زیاد وقت شده که نامدیم، از یادم رفته. کاش که منتظر هوا می بودیم. خانم شریفه؟ صبح بخیر خانم حمیده. صبح بخیر خانم حمیده. زیاد که منتظر نمانده. نفهمیدم. دیروز داماد ما را دعوت کرد نه، از خاطر برای صبحانه آمده ما. پس تو شما از آمدن ما به اینجا خبر نداشتین؟ در این وقتا یوسف همراه هوا بسیار مصروف است نه؟ حتما از یادش رفته. بفرمایین، در تقبام هستن. شما هم برین. بفرمایین بریم به صبحانه خوردن. ما باید پیش توران برم. شما بفرمایین لطفاً. تمام کارا را یک طرف بان. اگه یوسف از رابطه تو و جونت خبر شوه، باز وقت تو خلاص هستی. خاله یوسف از کجا خبر شوه؟ بیزو اگه گفتنی می بود تا 50 بار به یوسف میگفت. یوسف هم به هر صورت ده اصل تو باید از حمیده خانم بترسی. اگه او از گپ خبر شوه، دو پاید یک موزه میکنم میگه ما هوا خانم به حیث عروسم قبول نمیکنم و بس. نقش ما با خاک یکسان میشه. در این زمان که با جونت نامزد بودی رفتی با یوسف خان نامزد شدی، او هم با پول جونت. اگه یوسف خان از این گپا خبر شوه بازو وقت کار تو تمام است. او با دستای خود تو را زنده به گور خود کرد. او وقت هیچ کس و هیچ چیزی مانع شده نمیتونه. دختر توی گپا را نمیفهمی. هیچ کار خوبی نشد. نمیفهمم که داینده چی میشه. خدا کمک ما کنه. خاله تو باز گپای ناق شروع کردی. بس است دیگه. من از احتمالات گپ میزنم دختر. توبه توبه. پنار گپای ما را گوش داره. تو اینجا چی میکردی دختر؟ ما چیز نکردیم. تو گپای ما را گوش میکردی ها؟ بیبی دختر هوش کنی برام دروغ نگویی. میفهمی اگه دروغم بگویی چشمات میفهمم. تمام گپای ما را میشنیدی اما تو نیست؟ اگه شنیده باشم چی میشه؟ هیچ چیزی نمیشه. فهمیدی جانم؟ بیبی گوشا در این وقتا بسیار فعال شده. بهتر از شام خوب استفاده کنی. اگر نه هر دو شب برات میبرم. فهمیدی گپ من؟ خاله بس است دیگه. چی میکنی؟ علاج کن بانیش. رنگت از اینجا گم کن. گم شو. دیوانه شدی دختر. او نوازم ترسیده بود. خاله ما نمیخوایم دیگه آهی کسی را بگیرم. شما چرا نمیفهمین؟ بزن یاد دست پایم از ترسی گپ میلرزد. نمیفهمم چی کنم. خدایا من دیوانه خود شدم. ای که تو هم دیوانه شدی. تنها ما میمانم پس بانکی ما کار خدا با آرامی کنیم. تو تشویش نکن. او مثل اسرائیل از من میترسه. چیزی گفتن نمیتونه. با کسی چیزی نمیگه. آرام باش. شریک تو از دیوانه شدن منصرف شو. مثل ما یک خاله داری. تشویش نکن. بالا برو. اوف. توبه عزیزی دختر. توبه. یا رفته ای کار را با خوبی و آرامی انجام میدی یا ای خانه را بر همیش ترک میکنی. از وضعیت جمیله خوب پند بگی پنار دختریم. داینده مرتکب کدام اشتباه نشید. درست است؟ برو تمام چیزا برش بگو و وجدانت راحت بساز. برو. ماشم بسیار کم است اما با یک خانواده خوب کار میکنم. وجدانم راحت است. کار خود پیش میبرم. خدا را شکر.
صبح بخیر. بیرویی. با خدای دختر بسیار بیرویی است. اونجا رو بی چی حال است؟ تو به خدایا. از دست ای دختر من دیوانه خود شدم به خدا. در وجود ای دختر کمی هم شرم و حیا وجود نداره. انسان کمی شرم می داشته باشه. ای دختر بی شرم خودش بس نبود که حال مادر پدر خودم اینجا برده. خانواده بیروی کمی هم شرم ندارن. دف به شما احمقای پست. بیا. خانم داخل آمده میتونم؟ آمده نمیتونی. هیچ حوصله ندارم دختر. اما خانم بسیار گفتنی های مهم دارم. به خاطر که تو خوشداری همرش پنیرم گد کردیم. با خدا بچه کاکا بسیار خوشحال هستی. ینگیم هم دوست داره و هم غذای دلخواهیت پخته میکنه. خوشت آمد؟ داده سایت برکت. واقعا بسیار مزه‌دار شده، عالی است. باید مزه‌دار باشد. دختر من شاگرد شریف خانم است. خانم حمیده برای صبحانه خوردن نمیهن؟ ما صدایشان میکنم. بچه من که می آمدم گفتمش که بیایه. پیش توران از چند دقیقه بعد خواد آمد. بسیار میبخشین. اوف، عده روزا صحت خانم حمیده کم خراب است. از دو خاطر گوشه نشین شده. کم دیگه هم هست ینگه؟ میرم که بیارم. خانم در اصل بسیار وقت میشه که میخواستم همراهتان گپ بزنم، اما میترسیدم. تو چی میخوایی بگویی پنار؟ تو از چی ترسیدی دختر؟ بیا بیشی و گپ بزن. خاله زود باش یک کاری کن. چی شده دختر؟ پنار میخواد تمام چیز به حمیده خانم قصه کنه. تو خود گفته بودی چیز نمیگه. از کجا فهمیدی که درباره ما گپ میزنی؟ چی بفهمم؟ برش میگفت که میخواستم همراهتون گپ بزنم اما ترسیدم. ولی از خدا خاله یک کاری کن. خانم نمیفهمم گپ از کجا شروع کنم، اما در دل خود نگاه کردن نمیتونم. اگه او از آمدن من خبر شوه مرا حتما از قصر بیرون میکنه. ایره میفهمم اما فرق نمیکنه. شما از همه چیز خبر شوین، همین به من کافی است. توبه توبه، تو را از اینجا کی بیرون میکنه؟ من خودش نفهمیدم. تو از کی قدر میترسی؟ از هوا. خانم حمیده، یوسف خان شما را به صبحانه خواستن. تو اینجاستی دختر؟ تمام کارا را اعلا کرده اینجا آمدی ششتی. بیا بریم همراه من در کارا کمک شد. صبر کو پنار، صبر کو. تو نرو، بیا بیش. سلطانه یک چند دقیقه دیگه میره اینجا بان برو. حالا همراه پنار کم درباره ماشش گپ میزنم از او خاطر.
درست است کارت که خلاص شد عاجل بیا. پناره چرا همراه او در اتاق ماندی؟ تو با دختر مرا به تشویش ساختی. میگن نیم مار گزیده از رسمان دراز میترسه. درباره ما کسی گپ نمیزد. میخواست درباره ماش خود گپ بزنه، از این خاطر رو قسم گپ میزد. پس چرا به حمیده خانم میگفت که میترسم؟ او همراه یوسف خان در شرکت خود کار نمیکنه. از خانم حمیده پول خواستن دل شیر میخواید دختر جان. تو واقعا مطمئن هستی خاله؟ تشویش نکو شریک. او دختر که مرا دو اتاق دید رنگش پرید. شکایت کردن خود جاش بند دیگه شکایت کردن نمیتونه. به خاطر که او هم شریک جرم محسوب میشه. فقط که او لاهور آمده بکس جمیله مانده بودم. خب مرا حال زیاد در گپ نگی، یک عالم کار دارم. خب درست است. حالا دیگه من نتونستم از این بیشتر آرام باشم. نتونستم به شما و یوسف خان خیانت کنم. از این خاطر اینا را به شما میگم. خواستم که شما چهره اصلی عروس خودم بشناسین. پس توپراک حق به جانب بوده. یعنی منظور تو ای است که ای دختر با جنید کدام رابطه داشته؟ خانم حمیده، کاش که تنها به این کار اکتفا کرده باشه. او پول نامزادی با یوسف خانم از جنید گرفته بود. تو بس از دیگه بس از دیگه ای امکان نداره. قسم میخورم که با گوشای خود شنیدیم. درست است. آی درست است. آی با خدا فشارم بالا رفت، من دیوانه خود شدم. درست است پناره، بس است. باز من باریش فکر میکنم. حالا دخترم، حالا فعلا مرا تنها بان. خانم حمیده، چی میشه مرا ببخشید؟ من نمیخواستم این همه را انجام بدم خانم. میفهمم که من نباید این کار مداخله میکردم خانم، اما مرا ببخشید. دخترم تو چرا معذرت میخوایی ها؟ تو چرا معذرت میخوایی؟ او بیشرف باید معذرت بخواه. او دختر بیروی پست احمق. خانم به خاطر که مال دست او شدم. ای که چی شده نپرسین لطفاً. به خاطر که او همه را من از شرم براتون قصه کرده نمیتونم. پنار بیبی دخترم، تو به خانواده‌ای که کار میکنی خیانت نکردی، فهمیدی؟ ای از همه مهمتر است. و ها یک گپ ما خوب گوش کن. اگر ما را دوست داری، اگر تو واقعا به ما احترام داری، پس کل چیز برای ما بگو. و دیگه ای که صاحب ای خانه ما هستم، صاحب ای قصر ما هستم. اونا چی کار هستن؟ چی کار هست تو هوا؟ در مورد تأخیر دادن گزارشم جمیله هیچ گناهی نداشت خانم. او کارارم هوا انجام داد و مرا موری خود ساخت. یعنی چطور؟ گزارش معاینه‌ام هوا تغییر داده. خانم حمیده، آی تو با خدایا. یوسف من. امروز هوا بسیار خوب است، میخواین به تمرین برین؟ اگر تو خواسته باشی ما آماده هستم. درست است. خانم کاکا نزدیک بود صبحانه را خلاص کنیم، شما کجا بودین؟ کم کار داشتم بچیم. اما محمد جان خودت خو میفهمی حال بزرگترین مصروفیت خانم حمیده توران است. خب حالا که مادرم آمد میخوایم روزانه کار تعیین کنیم. بچیم هنوز بسیار وقت نیست ها؟ نه خیر مادر، وقت نیست. حال خو خزانم نزدیک شده. ما یک روز تعیین کرده بودم، میخواستم هوا را متعجب بسازم. اما حالا که همگی اینجا هستن میخوایم تمامتان خبر شوین. تاریخ 20 ماه آینده روز تولد هواست. میخوایم همون روز نکاح کنیم.
یعنی بزرگترین تحفه زندگی من در روز سالگیری میدی؟ هر قسم که تو خواسته باشی بچه، ما کدام مشکل نداریم. شما چی میگین مادر؟ هر قسم که تو بخوای بچی. خب روز نکارام تعیین کردیم. با اجازهتان ما بریم دیگه. کجا بریم جریفه خانم؟ همه قدر مهمانی بس از رمزی. نه خیر نه خیر خانم امیده، شما هیچ تا پایان زحمت نکشین، ما خودمون میریم. ما همراهیتان میکنم. یلماز خان، ما باید امیال همراهیتان گپ بزنیم. هیچ امکان نداره، به خاطر که یلماز خان وعده کرده که ما با هم میبریم. اما گپای ما بسیار ضروری است. لطفاً به ما اجازه بدید. چی گپ شده حمیده؟ در اینجا گفتن همیشه جانم. اما امکان نداره خانم حمیده، باید همراهی ما به دکان برن، برشان قهوه آماده میسازم. شما خوبی از در خانه هستین. یلماز خان، باید امیال گپ بزنیم، درست است؟ به نظرم که کدام گپ خانم کاکای ما آزرده ساخته پدر. همه قسم معلوم میشه بچه. سرچرخ ساختیم به خدا. یک دو دقیقه بیشه که چهره طبیبی تو به قسم گپ میزنی که هیچ نمیفهمی کارای خانم خلاص شدنی است. خلاص نمیشه. اگه انجام بتیام خلاص نمیشه، اگه نتیام خلاص نمیشه. خب خودت چی حال داری؟ چی حال داشته باشم خواهر؟ میگذره دیگه، تمام روزه با کارهای خانه تیر میشه. خوب است. آی دیروز نزدیک بود از دست تشویش نفسم برایم به خدا. خب تو هم از کارهای دیروز خبر داری. خدا ازت راضی باشه سلطانه، همیشه از هوا حمایت میکنی. از اینکه همراهش هستی درباره او تشویش ندارم. این خوب وظیفه از خواهر، خاله بجای مادر است. اینو خودت هم میفهمی. دخترت کمی به تجربه است، یک اشتباه انجام داد. یوسف خان او رو بخشید. با خدا یوسف خان او رو دیوانوار دوست داره. اگر نه به قدر آسانی او رو نمی بخشی. خب جوانیست دیگه. اما ای که چطوری کار کرده هنوزم نفهمیدم. از تو چه پت کنم؟ با خدا با فکرایی که دختر داره حتی شیطانم بازی داده. به خاطر بخیلی رفته سر و صورت خدا با سنگ و چوب با دستای خود زخمی ساخته. بعدنده او وقت شب پیش یوسف خان رفته گفته که بالای ما حمله کردن. تو به خواهرم را یواخو هیچ کس بس نمیایه. گفتم هوش کنی کارا را نکنی. گفتم کمه به فکر آیندهت باش. نصیحتش کردم گوشا شکش کردم. برش گفتم که جان خاله هوش کنی بعد دوای کسی را نگیری. آی سلطانه تو چی میگی؟ بعد دوایی کی را گرفته؟ چطور خدا زخمی ساخته؟ من خواهی چیزی را نفهمیدم. تو از این گپا خبر نداشتی؟ نه خیر خبر نداشتم. اما تو تمامی چیزا برام قصه میکنی. همیالی و ده همینجا. تو خود گفته بودی خانه ما رفتن موترم میگیریم. خب بگو کجا میریم یوسف؟ ها؟ با یک جای کاملا آرام. خوب است. ما دیدم تو درست صبحانه نخوردی. میخوایی چیزا بخوریم؟ درست است. میخوریم. چه قسم گپ هست؟ فکر کنم تمامی کارا برنامه تو سلطانه همو تو نیست؟ همراه او رمزی هر دوتان همدیس شده در خون هوا زهر داخل ساختین. از برکت شما دخترم بهترین دروغگو و مکاره روی زمین شد. با خدا خواهر هیچ گناهی ندارم. تمام کارا را انجام داده بعد از او آمده برام قصه کرد.
شما این گناه را از همون اول با هم انجام داده بودین. به خاطری که شما هر دو به اهداف خود برسین، عشق یوسف در قلب هوای بی عقل و کور ما جای دادین. حال او دختر خود آتش شما خواد سوخت، ما هم خواد سوختم. جیغ نزن خواهر، اگر میده بشنوه. ایسای منحوس خود از سر دخترم دور کو. خوب گوش کو. اگر نه فراموش میکنم که تو خواهر ما هستی. فهمیدی یا نه؟ توف به تو سلطانه. تو از چی وقت تا حال قسم به وجدان شدی سلطانه ها؟ از چی وقت؟ لعنت به تو شریک شیطان. احمق. یک کمی لاده کم بود. خوب شد که اینجا آمدیم. اینجا را خوش داری؟ البته که دارم، بسیار زیاد. در دوران مکتب همراه توبراک اینجا زیاد می آمدیم. بعد از مدت ها اینجا آمدیم. وقتم از اینجا خوشم می آمد، بسیار خوشم می آمد. اما حالا که همراه تو آمدیم، اینجا برایم بهترین جای دنیاست. باز درست است. عروسی ما هم اینجا میشه. راست میگی؟ دم اینجا؟ بله، اما در این حالت نه. اونجا رو چراغان میکنیم، میزارم جا به جای میکنیم، بهترین گلای دنیا را میاریم. چطوره؟ مرا بسیار خوش ساختی. اینجا بسیار جای خوب است. چیزی را که میگی من در رویا فکر میکردم بسیار خوشم آمد. بسیار مقبول خود شد. تمام میمانای خودم اینجا دعوت میکنیم. باز ما هم همینجا میاریم. تو هم همراه لباس عروسی در کنارم میباشی. یک محفل رویایی برگزار میکنیم نه؟ در اصل میخواستم در یک هتل برگزار کنیم، اما فکر کردم که باید یک محفل رویایی باشه. البته اگه تو خواسته باشی. اگه نخواهی در یک جای دیگه برگزار میکنیم. تو دیوانه شدی؟ چرا نخوایم؟ اینجا وادی عشق است. این وادی مثل عشق ما جاویدان است، پس چرا نخوایم؟ خوش آمدن یلماز خان. خوش باشی سلطانه. ایره بگی. من امرای یلماز خان می باشم. زنده باشی. من نگفته بودم که وقت بیایی؟ به خواست خود خوی قناوق نامدیم خانم. او رمزی جان از صبح که خود ده خانم چسبانده بود هیچ راهم نمیکرد. حتی حوصله شنیدن نام او را ندارم. بانده او را. چیه پس تو را چی شده خانم؟ از صبح به طرف یک رقم هستی. چیه شده خانم؟ برم بگو. آه یلماز خان آه. حالا گپایی را که برات میگم بعد از شنیدنش یک بار بیهوش نشی. او عروس تو است نی؟ بسیار گلا را به آب داده. بیا بالا بریم. بیا. توبه. توبه یلماز خان مرا بیخی گنگ ساختی. یگان کلمه گپ بزن نی؟ میگم پنار شاید غلط درک کرده باشه حمیده. شاید اونا درباره چیز دیگه گپ میزدن یا پنار اشتباه شنیده باشه. چرا غلط درک کنه؟ یا او چرا به من دروغ بگویه ها؟ به خاطر چی؟ تمام گپا را دانه دانه برم قصه کرد. اگه میخوایی صدایش کنم به تو هم قصه کنه. نه خیر خانم هیچ لازم نیست. ایره بیبه به خدا. توبه. من خواهی چیز نفهمیدم و چرا این کاره کده ها؟ به خدا چهره معصوم او دختره بیبی باز کارایشه بیبی. من این مسئله جونیتا پیش از نامزدی شنیده بودم. حتی تا زندان رفتم تا بتانم یک مدرک به این گپ پیدا کنم. اگه یادت باشه تو هم زیاد سرم قار شده بودی به خاطر رفتنم. من از کجا میفهمیدم به خاطر چی رفتی؟ از کجا میفهمیدم؟ یلماز خان اگه خواسته باشی امرای او بچه گپ بزنیم از او بپرسیم. وقت بفهمم ما از همه چیز خبر شدیم منکر شده نمیتونه. چی میگی؟ از برای خودت تو دیوانه شدی خانم. ما رفته به او بگویم باز او بچه‌ام بره به تمام دنیا خبر به طعم تو ها؟ راست میگی. ایره به خاطر گفتم که تو تا حال کاملا بالایی گپ باور نکدی. منظورت چی است که تا حال باور نکدیم؟ تا هنوز او مسئله فریب دادن پلیسش از یادم نرفته که بیبی باز چی گپاره درباره دخترمش نوم. تو به خدایا
حمیده، اصلا این دختر از اول زیاد فریبکار بوده و با فریبکاری های زیاد خود تانسته به این خانه داخل شود. این دختر شیطان است، به خدا شیطان. یلماز خان، بلیاز خدا بخی، بلیاز خدا با بچه زنگ بزن، تمام چیزها را برش بگو ها، تا او هم بفهمه که همراه یک دختر نه بلکه همراه یک شیطان میخوای عروسی کنه. بخی. حمیده، بلیاز خدا بان مره، بلیاز خدا اصرار به جای نکن. یک قسم نمیشه که به یک بارگی رفته همه گپا را به بچه خود بگوییم، تمام آرزویش به خاک یکسان میشه. بان کم فکر کنم، باز بعداً در این باره تصمیم میگیرم. مادر جان، مادر امروز بهترین روز زندگیم بود. میفهمین تمام روز همراه یوسف درباره عروسی خود صحبت کردیم، مثل یک خواب بود. اوه چقدر خوب. انشالله خداوند از نظر بد نگاهتان کنه. انشالله. پس حالا که قسم خوش هستی بیشی بریم بگو که دلیل خفگی دیروزتان چی بود دختره؟ مادر آلو موضوع دیگه بسته شده، چرا میخواین دوباره بازش کنیم؟ هیچ. گرچه خالت در قصر بریم یگان گپه گفت، اما بازم خواستم از دهن خودت بشنوم. خالیم براتون چی گفت؟ تو به خدایا گفت به کسی بخیلی کرده بودی و از این گپا. بله بخیلی کرده بودم. بعد از پیش یوسف هیچ جدا نمیشد، من بخیلیم آمد و امرا یوسف جنجال کردم، او هم بالایم قهر شد، اما وقت کل گپ فهمید باز مرا بخشید، موضوعم خلاص شد. مادر ای بس به تو دختر، حیف او زحماتی که سر تو کشیدیم. منتظر ماندم، گفتم شاید خود تمام چیزا بریم بگویی، اما نه خیر نه، تو یک مکاره ماهر شدی. او هم با چشمای ما دیده بریم دروغ میگی؟ اقفه ربکاری هایت بس نبود که رفتی خود امرای سنگ و چوب زده و زخمی ساختی و انسان بیگناه را به زندان انداختی؟ تو شوهر آینده خدا اقدر فریب بزرگ دادی؟ حمیده خانم حق به جانب است که همراه ما یک قسم به دماغ بلند گپ میزنه. از این که امروز او زن به طرف ما ندید، من چقدر جگرخون بودم ایره میفهمی؟ حال فهمیدیم که او زن کاملا حق به جانب بوده، مرا پیش اونا رسوا ساختی. از این که مادرت هستم میشرمم، به خدا میشرمم. دیگه چاره نداشتم مادر. چوب باش، حالا دیگه کوشش نکو از خود دفاع کنی. این کارای احمقانه تو هیچ دلیل منطقی نداره، اما من دارم. من مادر تو هستم. وقتی از مکارگیایت خبر شدم 1000 دفعه برات هشدار دادم و گفتم که دخترم دروغ نگو، دخترم گناه کسی را نگی، گفتم که این کارایت نتیجه خوب نداره، این کارای تو تا آخر پنهان نمیمانه. اما تو چی کردی؟ رفتی همراه خاله شیطان صفت و پدر پول دوست همدست شدی. بعد از این به خاطر هیچ مشکل پیش من نیا، به من مادر نگو، هیچ وقتی از تو حمایت نخواد کدم. دختر رزیل، لعنت به تو. خوش آمدین یوسف خان. خوش باشی مراد. خدا را شکر بچه ما آمد. حمیده، ما چی گفته بودیم؟ کمی صبر داشته باش.
در این دنیا بجز تو کس دیگه را ندارم. تو تنها هست مستی. تو را بسیار زیاد دوست دارم. تو هم بهار و هم خزانم هستی. مام تو را بسیار دوست دارم. آی به خدا قلبم استاد میشه. به خدا قلبم استاد میشه. صبر کده. تو چقدر خاموش هستی به خدا. خانم حمیده یک تصمیم گرفتیم. حال نظر به امور رفتار میکنیم. درست است؟ درست است. یلماز خان هر دقیقه مرا مثل اطفال تنبیه نکو. فهمیدم. صبح بخیر دخترم. صبح بخیر پدر. دایی صبح وقت کجا میری؟ همراه یوسف میریم که تاریخ نکار مشخص کنیم. بسیار خوب. بخیر خوبی همین کار بسته کنیم. بعد از او هیچ کس مانع پولدار شدن ما نمیشه. خانم بیبی دختر و دامادت به خاطر نکاح به وقت گرفتن میرن. توبه باز مادرت چی شده؟ وقتی ما دیشب به قهوه خانه رفتم شما دو نفر جنگ کردین چطور؟ با امید دیدار پدر. توبه امروزی مادر دخترت کدام پهلو خیستن؟ یوسف؟ یلماز خان چی اغلو است؟ پدر جان میبخشید من منتظر زنگ یوسف بودم بدون که ببینم جواب دادم. چی حال دارین؟ زنده باشی. میخوایم امروز کمی با هم گپ بزنیم. درست است گپ میزنیم. در سر تپه یک چای خانه است که بلد است همه نیست؟ بله بلد هستم. ساعت 10 بجه همونجا حاضر باش. امروز همراه یوسف به خاطر تاریخ نکاح می رفتیم اما خیر از فردا خاطر رفتیم گپی نیست. از این ملاقات ما یوسف نباید خبر شود. درست است؟ درست است پدر جان. اما موضوع چی است؟ باز از نزدیک برات میگم. درست است. ساعت 10 اونجا می باشم. چی گپ شد؟ تمامی چیز خودت شنیدی. باز چرا میپرسی؟ خدایا خودت بچه ما از گیری شیطان نجات بده. یا الله پاک با بزرگیت ما را از گیری بلای به نام هوا نجات بده. شما فقط معاینات صحی خود انجام بدین دیگه مرحله شما پیش میبریم. آی خدایا امروز تمام کارا رو انجام میتیم گفته. بسیار خوش بودم اما خب چه کنیم دیگه جانم؟ این مراحل باید طی کنیم. اینا همش به خوبی خود ماست. البته یوسف خان گفتم که فقط شما معاینات انجام بدین دیگه شما پیش میبریم. تشکر. زنده باشین. تبریک باشه. زنده باشین. زنده باشین. روزتان خوش.
با خدا میخوایم که همیاله به شفاخانه بریم، اما یک جلسه مهم دارم. اگه خواسته باشی بعد از چاشت میریم. خب درست است. با ممیال به خانه رفته امروی مادرم در کارا کمک میکنم. درست است. جلسه ما که خلاص شد باز برات زنگ میزنم به خاطر معاینه خون میرم. درست است. هر قسمی که تو بخوایی. بفرمایید. یلماس زیاد وقت تنم میگیرم. همراه شما باید عاجل گپ بزنم. موضوع چی است شریفه؟ درباره هوا بعضی گفتنیا دارم که باید برات بگویم. ما هم درباره دخترت بعضی گفتنیا دارم که برات بگویم، اما حالا نمیشه. اما بعداً برات زنگ میزنم شریفه. به امید دیدار. درست است. بعد از جلسه برات زنگ میزنم. درست است. از وقتی که بیدار شدین خفه معلوم میشین. کدام مشکل دارین خانم؟ اوه وای سلطانه وای. نه تو چیز پرسان کن نه من میگم. خیرت از خانم. آی به خدا در دل خود نگاه کرده منفجر خود شدم. اما گفتم نمیتونم. با یلماز خان قول دادیم. توبه به خدا مرم به تشویش ساختین. آی سلطانه بلیاز خدا. آی بلیاز خدا سلطانه. بلیاز خدا سلطانه. آل تو هم از من چیزی را نپرس. خوش آمدین خانم. سلام، خوش باشی. پدر جان سلام. انشالله خود زیاد منتظر نماندید. چطور هستین؟ هیچ خوب نیستم هوا. خیرت باشه انشالله. بدون حاشیه روید تمام موضوع را مستقیما برات میگم و از سو هم همه امید دارم دخترم. بفرمایین. البته بعضی چیزها را شنیدیم که مرا بسیار جگرخون ساختن. پیش از اینکه همراه یوسف گپ بزنم خواستم یک بار از سویی رو بپرسم. هوا گزارش معاینه دی را تو تغییر داده بودی. وقتی که او فهمیده شد باز تمام گناه را سر جمیله انداختی. کل گپ ده همینجا ختم نمیشه.
دیگه ای که پیش از یوسف همراه کس دیگه نامزد بودی. هوا به طرف چشمایم سیل کن. ایگه با حقیقت داره؟ تو همراه جنید نامزد بودی؟ چرا زیر کرایی را درست نمیشوی دختر؟ فقط یک آب کش میکنی. تمام کرایی در روغن غرق است. او قسم نیست. من تمام ظرفا را دانه دانه قف میزنم. خیرت باشه. از دیروز تا حال بسیار ناز میکنی. 1-2 لیره ماش خودت بلند بردی یا نه؟ حال سرما ناز کردن شروع کردی. نمیشنوی؟ با تو گفتم میرم دختر. قسم ایلاکو میگم. طرف مسائل کو. نکی میخوای عقلتا ما به سرت بیارم. وضعیت حمیده خوب نیست. خیرت باشه. کدام گله با آب دادی چطور؟ اگه من به جای تو می بودم همراه پنار خوب رویه میکدم. سلطان خانم. پدر براتان حضور میکنم به یوسف چیزی نگوین لطفاً. اگه بگوین میمورم اما لطفاً به یوسف چیزی نگوین لطفاً. ما تو رو نشناختیم دخترم. هیچ. افسوس به من افسوس. درست است. هرچی که میگین حق به جانم هستین. من حتی یک کلمه به خاطر دفاع از خود ندارم. اما پدر من یوسف بسیار دوست دارم. در دنیا یوسف از تمام چیز کنه بیشتر دوست دارم. من حتی او را از جان خود بیشتر دوست دارم. لطفاً به او چیزی نگوید. لطفاً قربانتان شوم. بیازو من برای چیزی نمیگم هوا. تمام کارهایی که از روز اول انجام دادی دانه دانه خودت به یوسف قسم میکنی. او هم همیاله. در این دنیا کسی را قسم دوست نداشتین که بتانین به خاطرش از کل چیز خود بگذارین. ما داشتیم. من بدون او نفس کشیدن نمیتونم. دختر تو در این وقتا مانع زبانت شده نمیتونی ها؟ تو با کی مینازی دختر؟ تو رو کی حمایت میکنه؟ خواهر تو دیوانه شدی؟ بله دیوانه شدیم. اگه به سوالم جواب ندی زبان تا میسوزانه برات گفته باشم. حالا گپ بزن. دیگه قصر چی جریان داره؟ خبر ندارم. اگه میخوایی بفهمی برو از خانم حمیده بپرس. البته اگه جرأت داشته باشی. با عشق چشمای دلم نمیسوزم. از اینجا اخراجت میکنم. به حمیده میگم که ایام با جمیله دو کار دوست داشت. بس از دیگه.
برو برش بگو باز میبینیم که بعد از گپ زدن امروی خانم حمیده کی در قصر میمانه و کی میره. میفهمم که یوسف از زیاد دوست داری، اما آیا کسی در عشق با دروغ پیش میره دخترم؟ قسم میخورم که من نمیخواستم این قسم شود. نمیفهمیدم که این گپا یک روز اقا بزرگ میشه، اما بزرگ شد. من میخواستم یوسف تنها از ما باشه پدر، اما میفهمی دخترم، در اصلی دروغایت همو کسی را که اقا دوست داری بیشتر متضرر میسازه. خودت به چشم سر دیدی وقتی که یوسف فهمید که توران بچیش نیست چه حالت سپری که دخترم. تا که تو برش همه چیزه بگویی ما صبر میکنیم به خاطر خوبی بچه ما یوسف. اما ایگه پس جا طولانی نساز و رفته همه گپه به یوسف بگو مشکل حل بساز. ای به همه ما خوب خواد بود دخترم. پدر یوسف زنگ زده به خاطر تعیین تاریخ نکاح میرفتیم. حالا برش گفتن نمیتونم، اگه بگویم ای بار هیچ وقت مرا نخواد بخشید. یک بار امتحان که دخترم بیازو تو به خاطر عشقت چی کارهایی را انجام دادی؟ چی میفهمی؟ شاید یوسف به خاطر دل بزرگی که داره تو را ببخشه. کی میفهمه؟ حال اشکای خدا پاک کده، نه برو همراه یوسف گپ بزن. بلیاز خدا حمیده تو ده اینجا چی میکنی؟ تو پشت من نگرد یلماز خان. ایره بگو که او دختر همراه یوسف گپ میزنه یا نی؟ آف خانم تو چرا اینجا آمدی ها؟ یلماز خان بگو دختر چی جواب داد؟ مرا بیخی به تشویش ساختی. ما ده همینجا استاد میباشم. درست از بچیم. خب نه برش گفتم که برو تمام گپا به یوسف بگو، اما اگه تو برش نگفتی باز وقت ما برش خود گفتیم. البته که قبول نکردم، تو نیست ها؟ نظر به ای که ملاقاتتان اقا طولانی شد گفتم خدا میفهمه او به خاطر منصرف ساختن تو از چینه رنگا کار میگیره. البته که کوشش خود کرد، اما چی میکرد دیگه چاره نداشت. خودش هم خوب میفهمه که اگه یوسف خبر شوه او رو ترک میکنه. باید ترکش کنه. وقتی یوسف از دروغا و مکارگیش خبر شوه او را نخواد بخشید و بر همیشه و همیشه از او دور خود شد. اونجا را بیبی چطور مثل یک بت شیشته خدا میفهمه به خاطر نجات خود چه قسم پلانای شیطانی را طرح میکنه. فکر نمیکنم، به خاطر که بار من همراه او بسیار جدی صحبت کردم. به نظر من حال چند دقیقه بعد پیش یوسف رفته تمام گپ برش قسم میکنه. آه یلماز خان، آه یلماز خان، تو هنوزم بالای دختریت ماد داری، اما تو نیست؟ به خدا اگه به جای تو می بودم از دست او دختر گرفتم مستقیم پیش یوسف می بردمش. تمام گپ خودم برش می گفتم. بازو وقتی دختر مکاره حتی وقت فکر کردن هم برای خود پیدا نمی کرد. بس از دیگه حمیده، بس از وظیفه تو فقط جدا ساختن هوا و یوسف شده، اما درباره هیچ فکر نمی کنی که قلب اولاد خود ما میشکنه. در این باره باید از اول فکر میکردی. درباره هر دروغ و هر فریب و دختر براتون گفتم، اما شما هر گپ من نشنیده گرفتین. اما حالا دیگه من خودم دست به کار میشم. این داستان باید همینجا به پایان برسه. صبر کن حمیده، کجا میخوای بری؟ تو خود کامیاب نشدی. آلبان که من کوشش خدا کنم یلماز خان. اگه ما هم قسم کامیاب نشدم باز خودم رفته تمام گپ به یوسف قسم میکنم.
حمیده حسه انتقام گیری تو از این دختر چشمای تو را کاملا کور ساخته. همه فکر نمی کنی که بعد از خبر شدن از این گپا سر یوسف ما چی حالت خود آمد حمیده. بعد از یوسف دوباره پیش هوا رفته و ازش همه گپا را میپرسه و به خاطر حرص تو آرزوهای بچه دوباره به خاک یکسان میشه. بان که خود هوا رفته برش تمام گپا بگوید بان و این قسم تمام دردش کمتر خود شد و ما بینشان هرگز نمیاییم. هیره به یاد داشته باش حمیده. انشالله که مثل گفته خودت شو و یالم از خان. خانم حمیده هوش کنی تا که خود یوسف نشنیده به کسی چیزی نگویی، حتی به دخترت. اما اگه از این امرم سرپیچی کنی تا آخر عمر تو را نمی بخشون. فهمیدی؟ آی درست است بلیاز خدا. هر دفعه سرم غال مغال نکو. یک گپ مرا خوب بشنو. اگه این موضوع تا فردا حل نشه بازو وقت هیچ قدرت دنیا جلو گپ زدن مرا با یوسف گرفتن نمیتونه. باز نگویی که نگفتی. بچم بیا که میریم. شما خوب هستین خانم؟ ما براتون کمکی کردمتونم؟ بفرمایین خانم، برین دستوری خدا بشه. بفرمایین خانم. بسیار تشکر. از او خاطر جلسه را به خودت رها میکنم. مهم نیست جانم، تو هوار زیاد منتظر نمان. از همه اولتر برین و به خاطر نکاح وقت بگیرن. بعد از او آمادگی عروسی را، انتخاب هتل. اوه هنوز کل کاراتون مانده. درباره ای همه از تو کمک میخوایم. هر کار از دستم بیایی انجام میتم. راستی من یک دوست دارم در کارهای تنظیمات عروسی بسیار ماهر است. اگه خواستی امروز تو رو همراهش معرفی میکنم. بسیار خوب است. من بیازه بدم ولی یک آدم مسلکی بودم. درست است. پس من حاله میرم. درست است. برات روز خوش میخوایم. با تو هم همچنان. بله. کجاست؟ یک دورم پیش دارم برات زنگ زدم. کارم تمام شد. حالا پشتت بیایم؟ نه، ما بیزو از خاله برآمدیم. در شفاخانه ببینیم یوسف. بس خوب است. ما از شرکت مبرایم. باز در شفاخانه میبینیم. درست است. تو مجبور هستی هوا. این کار به خوبی هر دوی ما است. اگر تو برش نگویی باز ما برش میگیم.
باز وقت پیشه با مشکل مواجه خود شد. چی میکنی؟ چرا از پیاده رو نمیری خواهر؟ خوش آمدین خانم حمیده. خوش باشی. صبح وقت که با اتاقتان قهوه بردم دیدم که نبودین. خیرت بود؟ سلطانه بل یاز خدا، ای که من هر روز کجا میرم، به خاطر چی میرم؟ حالا من از تمام اینا باید به تو حساب بتم سلطانه؟ خدا نکنه خانم حمیده، به خاطر پرسیدم شاید بتانم شما را کمک کنم. در این خانه یک ذره ادب و احترام باقی نمانده. خدا خیرتان پیش کنه. مام دمی مورد میخواستم امروز شما گپ بزنم. در این روزا پنار هیچ به گپایم گوش نمیته. سر هر گپ همراه من زبان بازی میکنه. نمیفهمم عاشق شده چی شده. خلاصه بگویم این دختر لایق پولی نیست که برش میتین. نخ ماش و دختر زیاد کردین. چی وقت زیاد کردیم؟ دیروز که پیشتان آمده بود درباره ماش خود گپ میزد. راست میگی، با یادم آمد. بان یک گپ برات بگویم. ای که در این خانه کی لایق چی است و کی لایق چی نیست من خودم خوب میفهمم. تو ناراحت نباش. اگه بازی پینار کدام گل با آب نداده باشه نامم سلطانه نباشه. خسته نباشی. زنده باشین خاله. مراد همراه خانم حمیده دو صبح وقت کجا رفتین؟ چرا ایره پرسیدین؟ به نظرم ده اونجا کدام چیز از یادش رفته مراد جان. خودش هم تو گفت یک بار رفته میدیدی. شما تشویش نکنین خاله، ما برش پیدا خود کردم. یک دانه. تو خوب هستی؟ هوا 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 به خود بیا. زود باشین چپرکت بیارین. گوش نشدی مراد؟ اما چطور کنم؟ نان گرم پخته شوه گفته که من منتظرت ماندم. کافی است که برام بله بگویی. اگه تا آخر عمر منتظر نماندم نامرد باشم. مراد ما یک کار کردیم. چی کردی جانم؟ تمام چیزایی را که میفهمیدم
رفتم دانه دانه به خانم حمیده گفتم. کار بسیار خوب کردی. چطور یعنی؟ امروز حس کردم که کدام گپی هست. چطور یعنی؟ یلماز خان همراه هوا گپ میزد. ما و حمیده خانم هم اونجا رفتیم. خب بعدن چی شد؟ به خدا از او به بعدش نمیفهمم، اما به نظرم که از همه چیز خبر شدن. برش گفته همراه یوسف گپ بزن، اگه نیم ما خودمون کل چیزه برش میگیم. یک بار هوا را میدیدی بسیار جگر خون بود، گریه کده نفس خود کشیده بود. اوه خداوند از این کدام بدترش بسازه. چی گپ شد که مرا اینجا آوردین؟ ضعف کردی یک دانیم. گپ قابل تشویش نیست. فشارتان پایین آمده بود. گشنه نبودین. دلیل گپ هیجان زیاد و تشویشم بودم احتانه. حالا خوب استی جانم؟ دکتر سایبال فشارش بهتر شده. خانم هوا چند دقیقه بعد به اتاق معاینه خون رفتم احتانین. بسیار تشکر. شفا باشه. شفا باشه. اگه میخوایی کمی دگم دراز بکش. خوب هستم. یک دانیم وقت آمدی رنگت پریده بود، کدام گپی است برم بگو. بگو. تا دوان آمده؟ نه نامده. خدا میدونه باز پشت چی میگرده. امرای داماد ما آمادگی نکاره میگیرن. اگه تو خیال بس کنی خوب خواد شد. گپای ناق نزن خانم. این عروسی برگزار میشه، دیگه راهی وجود نداره. اگه نه تمام خوابای تو به خاک یکسان خواد شد آقا رمزی. بس از دیگه حوصله بس کردن ندارم. به قهوه خانه میرم. خب دیگه خداحافظ. بله؟ صبح که زنگ زدی گپ زدن نتونستم. بعد تو بعضی گفتن یاد دارم. بفرما میشنوم. از پشت تلفن نمیشه. باید از نزدیک گپ بزنیم. البته اگه تو کدوم مشکلی نداشته باشی. نه جانم من در خانه هستم، بیا که با هم گپ بزنیم. در خانه نمیشه جانم. یعنی کسی ما را خواهد دید. آقا رمزی یا کسی دیگه میاد. بیا یلماز خان، ما و شما قده هستیم. بیزو اگه گپ هم بزنیم درباره اولادا گپ میزنیم. خوب است. پس این صورت من چند دقیقه درست است. امروز صبح که خانه رفته بودم باز خوابم برد. بسیار خوابای بد دیدم. حتما کابوس دیدی جانم. حالا گذشت، بیبی ما پیشت هستم. همیشه پیشم باش. مرا هیچ وقت تنها نمان. درست است. بیازو ما همیشه پیشت خود بودم. زندگی ما در روزای اخیر شاید بسیار گپا بودی، جگر خون شدی، زیاد گریه کردی، اما با مرور زمان همه چیز خوب میشه. هیچ تشویش نکن. واقعا خوب خواهد شد. تو همه چیز مستی. تا دم مرگ با تو خود بودم. من بدون تو زندگی کردن نمیتونم. حتی نفس کشیدن نمیتونم. چطور هستین خانم هوا؟ خوب هستم خانم. شما چند دقیقه دگام دراز بکشین تا من اول خونه یوسف خانه بگیرم. درست است. درست است. بیا دیگه. کم دیگه هم استراحت کن. ما چند دقیقه بعد پس میگیم. بفرمایین. بیا اینجا بیشی.
چطور هستی شریفه؟ هیچ خوب نیستم یلماس. از سیل کردن طرف تو میشرمم. نمیفهمم دختر من چطوری تو یک کار انجام داده میتونه. یعنی که تو هم از همه چیز خبر داری؟ ما از این کارا هیچ خبر نداشتم، اما دیروز خبر شدم. وقتی خبر شدم حیران موندم که چی کنم با این دروغا، با این فریب دادن یوسف، موضوع پلیس، همراه تقدیر انسانهای بیگناه بازی کردن. کاش که پیش از دیدن این همه خداوند جانم میگرفت. اونقدر شرمنده هستم که هیچ اندازه نداره. تو درباره همون قضیه حمله سر دخترت گپ میزنی؟ بله. یا کدام گپ دگام است که من خبر ندارم. تو به چشمای ما بیبی. جانت درد میکنه؟ حالا خلاص میشه. خانم هوا شفا باشه. بسیار تشکر. تشکر. ای چی هست؟ فشارت پایین آمدنه؟ ای برات خوب است. تو را بسیار دوست دارم. من تو را بسیار دوست دارم. بلیاس خدای الماس خان، دخترم بدتر از این کاره دیگه چی کرده؟ لطفاً برم بگو. چی میشه زیاد اصرار نکن شریفه. بان که تمام گپ دخترت خودش بگوید. توبه خدا، توبه. حال من کدام خاک بالای خود باد کنم که هم خب برش نگفتم. برش گفتم از دروغ و فریب خودت دور نگاه کن. از رای راست بیرون نشو گفتم، اما هیچ به گپایم گوش نکرد. خدا ناراحت نساز. لطفاً لطفاً شریفه. چطور یلماس چطور؟ انسان چطور دختر خودش شناخته نمیتونه؟ من دختر خودش شناخته نتونستم. خدایا ما در کجا اشتباه کردیم؟ در کجا خدایا که هیچ چیز به دخترم یاد داده نتونستم؟ شریفه چی میشه؟ خودم مقصر فکر نکن. بیبی توبراکم دختر تو از هر دویش تو تربیه کردی. او کاملا مثل تو است، اما هوا واقعا به تو شباهت نداره. این کار چی کار خودش باشه یا تقدیر الهی باشه، اما من حال قدرت تغییر دادنش ندارم یلماس. یک دانه. بیبی خوشت میآید یا نه؟ یک جای رویایی است. اینجا کجاست یوسف؟ اینجا ونزویلاست.
2 ماه سال به اینجا میریم. راستش میخواستم متعجب بسازمت، حالا که جگر خون هستی از این خاطر برات گفتم. به من جای مهم نیست. امی که در قلب تو جای داشته باشم، امی برم کافیست. وقتی تو کنارم باشی اونجا برم بهشت است. معاینه اکسره شما را میگیریم. تمام اشعه فلزی را از بدن خود دور بسازین. خوب هستی؟ استاد که شدم چشمم سیاهی کرد. حالا خوب هستم. بس درست است، مامم رای داخل میرم. نه من خوب هستم یوسف. نمیشه، ما با تشویشت میشم. تبریک باشه یوسف خان. زنده باشین. همیشه اوراق مربوط نکاح به خانما داده میشه. رسم ما همی است. خانه را خانما میسازن ای مردا. بسیار زیاد تشکر. زنده باشین. برای صاحب سلام مرا برسان. علیکم سلام. زنده باشین. تشکر. خواهش میکنم. روز بخیر. خسته نباشین. خب حال 8 18 فقط 20 روز باقی مانده. بسیار وقت کم مانده. با خدا فکر کرده دیوانه خود شدم. هنوز بسیار کار مانده. اتاق خواب خود آماده میکنیم. براش فرنیچر نو انتخاب میکنیم. راستی ما از تو هیچ نپرسیدم. میخوایی در قصر زندگی کنی؟ هر جایی که تو خوش باشی من همونجا میباشم. به من فرق نمیکنه. درست است. پس خانه خدا بسیار خوب تزیین میکنیم. حتی او اتاق مطالعه است نه؟ او را به تو بسیار یک اتاق مقبول میسازم. با او مبل میخریم. اگه خواسته باشی یک روز به استانبول میریم دیدن توپراک. خریدام میکنیم. یک روز کار خدا خلاص کرده برمیگردیم. چی میگی؟ یوسف هنوز به او گپا بسیار وقت مانده. کاملا وقتش است یک دانیم. فقط 20 روز داریم. باید همه کارا را در 20 روز انجام بدیم. بیبی جانم درباره همه اینا نمیشه سر پای گپ بزنیم. اول میریم نان میخوریم. بعد از او برنامه ریزی میکنیم. درست است؟ میشه شب با هم برنامه ریزی کنیم. ولی کم کار دارم باید برم. چی کار داری؟ من تو را متعجب ساخته نمیتونم. اما من خود گپای تعجب آور خدا برات میگم. اما من گفته نمیتونم. پس ما هم نمیمانمت که بریم. یوسف مرا درک کن لطفاً. برای هر دوی ما بسیار مهم است. خواهش میکنم. درست است. هر جایی که میریم من میرسانمت. بریم. نه من خودم میرم ضرور نیست. یعنی او خدر مخفی است. کارم که خلاص شد برات زنگ میزنم. پس بان که برات یک تاکسی بخوایم. من خودم میرم. خانم حمیده در خانه است. خانم حمیده چی کار داره؟ از دیروز تا حالا لبروی او هم کشال است. خاله گفتم خانم حمیده در خانه است یا نی؟ من خب محافظ اون هستم که 24 ساعت بالا سر او باشم ها. خبر ندارم که کجاست. زیاد که به تشویشش هستی برو خودت خبرش بگی. درست است. فعلا قطع میکنم.
خانه خانجی اغلوها برو. از کار کردن اینجا خسته نشدی؟ اوه چای می نوشین؟ یک چای خوب من بگوین که بیارن. بیا بیشی بچه کاکا. یک گیلاس چای دیگه هم روان کنین. کارتان تمام شد؟ خیرت باشه. کدام کار تمام کردن که من خبر ندارم بچه کاکا؟ امروز برای نکاح وقت گرفتیم. بسیار خوب کردین. در کدام تاریخ تعیین کردین بچه کاکا؟ ازم یالا براتان میگم در تاریخ 20 همین ماه امرای کسی وعده نداشته باشین. بچه کاکا بالاخره به مراد خود میرسین ها؟ انشالله بچه کاکا. بعد از ما دیگه نوبت تو است. همه مجردی برات پاس است. ببینیم که قسمت چی میکنه بچه کاکا. تو در قصه ما نباش. کارهای خود زیاد است اما زیاد وقت نداری. میخوایم روزا با سرعت بگذره اما نمیفهمم این کارا چطور حل خود شد. تشویش نکن بچه کاکا، من خواستم. زنده باشی بچه کاکا. امروز از مطبع زنگ زده بودن به خاطر چاپ کردن دعوتنامه رسی که فرمایش داده بودین. گفتن متن را که میخواین نوشته کنین و ما روان کنین که چاپا شروع کنیم. میخوایم تراشم تغییر بدم. او کارتا هیچ خوشم نامد. چرا؟ نمیفهمم. او بسیار ساده بود. ما میخوایم دعوتنامه مخصوص باشن، یه عروسی مخصوص باشه، یعنی متفاوت از دیگه باشه. ما فهمیدم تو چی میخوایی. تو میخوایی اگر عروسی رویایی برگزار کنی ها؟ نه دیگه او قدرم رویایی نه. هوا فراموش کردن اتونه برم کافیست. بادا تو گفته بودی که در این کارا ماهر هستی. میخوایم امرایم کمک کنی. من خواهش نمیفهمم از کجا شروع کنم. چیزی را که میخوایم برات میگم دیگه شب از خودت میفهمی. درست است. پس همیال شروع کن. درست است. تمام گپا رو تو برشان گفتینی؟ تو درباره چی گپ میزنی؟ همراه تو بعدن گپ خواد زدم. نه خدا به زحمت نساز هوا. فکر میکنی کار مرا تمام ساختینی پنار؟ و قدرم مطمئن نباش، به خاطری که تو نمیتونی مرا از یوسف جدا کنی. تو به ای کارهای خود ادامه بده که من به ای خانه نیایم. اما اگه آمدم باز حتی رای فرارم پیدا کرده نمیتونی. هیچ باور کرده نمیتونم. تو چقدر یک دختر بیروی هستی؟ تو به کدام جرات به این خانه آمدی؟ برو رنگت از این خانه گم کن. نمیرم، رفته نمیتونم. تا شما به تمام گپای ما گوش ندین از اینجا جایی نمیرم. ما به اندازی کافی دروغای تو را، مکارگی تو را، درویی تو را دیدم و تحمل کردم، اما بس از دیگه هوا. بلیاز خدا بس از دیگه. ما او دروغا را به خاطر که یوسف از یاد دوست داشتیم گفتیم. حق به جانب هستید. گناه من واقعا سنگین است، اما دوستش داشتیم. من در این دنیا تنها او را، فقط و فقط او را میخوایم، چیز دیگه نی. چی میشه؟ این کار نکنین. ما به خاطر نکاح تو از دادگاه وقتام گرفتیم. این کار در حق ما انجام ندین، مرا از بین نبرین. ما به تو باور کرده نمیتونم، به خدا باور کرده نمیتونم. ما به تو میگیم برو به یوسف تمام گپا بگو، میگیم به زبان خود دروغای خود برش بگو، اما تو بیشرمانه میایی و به من میگی که من میخوایم امروز یوسف ازدواج کنم. بله البته
گناه تو نیست، گناه ماست. به خاطر که ما دختر مثل تو را عروس خود قبول کردیم. میفهمی تو استاد شیطان هستی. حالا گم شو بگم. خانم حمیده به گپای من گوش کنی. گفتم از اینجا گم شو. و اگه خودت نری و تمام دروغا و مکارگی های تا دانه دانه به یوسف قصه نکنی، باز او وقت ما برش قصه خواد کردم. با خبر باشی. این کار انجام دادن نمیتونی. اگه شما کل چیز به یوسف بگوین، باز با همیان خود از بین میبرم. در یک عکس هوا بسیار مقبول و معصوم معلوم میشه. راست میگی. این عکستان هم بسیار شیک آمده. در قیبتان منظری زیبایی است. شما مقبول آمده. چی فکر میکنی با این عکس‌ها میشه کار کرد؟ به نظر من این عکس‌ها کافی است. میخوایم ازت یک چیزی را بپرسم، اما یک کم شخصی است. درست است، بپرس. تو لحظه است که همراه هوا سپری کرده باشی و هیچ وقت از یادت نرفته باشه؟ میفهمم که بسیار زیاد است، اما میخوایم زیباترینش برام بگویی. بله، ده اصل زیاد است. اما اولین باره که دبالون بالا شدیم هیچ وقت از یادم نمیره. او روز هوا بسیار هیجانی بود. کاملا مثل یک ملکه شده بود. اما او روز با هم یک جا نشده بودیم. بعد از او روز او منطقه کاپادوکیا بسیار خوشم آمد. او لحظه همیشه پیش چشمایم است. من چند دقیقه بعد پس میایم. تو فکر میکنی زنده ماندن تو به من اهمیت داره؟ خب حال منتظر چی هستی؟ بازو زهره که در وجودت هست. آهسته آهسته بچه من از بین خود بردی. به می خاطر اگه خود از بین ببری بهتر خود بود. زود باش، منتظر چی هستی؟ او چیزی که شما زهر میگین زهر نیست، عشق است. من بچه تان از جانمان بیشتر دوست دارم. خواهش میکنم بیکار انجام ندین. ما را از هم جدا نسازین. او احساسی که در وجود تو است عشق نیست. تو هرگز عاشق یوسف من نیستی، بلکه عاشق پول و دارایی او هستی. عاشق قدرتش هستی. به خاطر به دست آوردن پول چی کارهایی را که انجام ندادی؟ تو دختر بسیار مکار هستی. در تمام زندگی مثل تو دختر بی حیا، دختر بی شرم و بی وجدان ندیده بودم. من دیوانه‌وار عاشق بچه تان هستم. او را بسیار دوست دارم. پول، دارایی، مقام، شهرت او اصلا به من اهمیت نداره. چشمای من در عشق یوسف کور شده. من بدون او هیچ چیز دیدن نمیتونم. لطفا این کار نکنین. حالا دیگه بسیار دیر شده هوا. بسیار دیر شده. شما هیچ وقت عاشق کسی نشدین، اما تو نیست. مجبور نشدین به خاطر به دست آوردنش غرور خود از زیر پای بانین. چون هیچ وقت عاشق نبودین. کم از خستگی جانم برایا. اوه آی آی
آی آی آه آی بسم الله. چی شده دختر؟ قسم معلوم میشه که امرای اسرائیل دست به یخن شده باشی. هوا دخترم هوا بیا بیا هوا دخترم بیبی قسم مثل جسد بیرون نباش لطفا مرا نترسان. حمیده برای چی گفت؟ بگو دخترم. کل چیز خلاص شد خاله. کل چیز خلاص شد. تو چی میگی؟ قسم گپا رو نزن، مرا نترسان. حمیده خانم از کل چیز خبر شده. گفت کلش به یوسف میگه. موضوع جنید، گزارش DNA، موضوع جمیله، از تمام فریبکاریای ما خبر شده. توبه خدایا. دخترم من حمیده خانجی اوغلو هستم. یوسف در دفتر است؟ نه خیر جانم، نه خیر، درست است. دختر بیادب مرا باز با این بردن خود تهدید میکنه. به خاطری کار چقدر زحمت کشیدیم، چه خطرهایی را که قبول نکردیم. حالا تمام زحمات ما با خاک یکسان شد. با وجودی که تمامی کارا را انجام دادیم، اما بازم نتانستیم به خواسته های خود برسیم. اگه حمیده واقعا از تمام گپا خبر شده باشه، یک قصر خود جاش بان حتی مر از ارگوبان بیرون خواد کرد. اما کسی که همه گپا را برش گفته، یعنی گوشتای و پنار احمق توتا توتا کده به سگها خواد خوراندم. خاله آلم من چی خواد کردم؟ بگویم چی خواد کردم؟ ما چی بگویم؟ او دختر مرا کاملا غافل گیر ساخت. خاله جان قربانت شم، چی میشه؟ یک راه حل پیدا کن. اگه فکر کنی یک چاره پیدا خواد کردی من از یادش نجات بده. من بدون یوسف یک لحظه هم زندگی کردن نمیتونم. دختر ما چی کردم میتونم ها؟ فعلا فکرم هیچ کار نمیکنه هوا جان. حالا کسی مانع حمیده شده نمیتونه. او حتما پیش یوسف رفته کل چیز دانه دانه برش خود گفت. تمامی همه به خاطر تو شد. بگه پای تو گوش کردم من این گناه را انجام دادم. فقط به خاطر تو به عشق خودم فریب دادم. کلش به خاطر تو شد. گپای ناق نزن. اگه من نمیبیدم یوسف در خوابم دیده نمیتونستی. باز تو خب بسیار خوب میفهمیده که یک بازی است. در بازی ما جای به عشق وجود نداشت. از وقتی که تو سر یوسف خان عاشق شدی، از همون وقت بازی ما رو به شکست شد. قسمی که مرا در آتش انداختی، اما قسمم باید نجاتم بدی. خاله اگه من یوسف از دست بتم اون وقت چشمایم هیچ کسا نمیبینه. من چیزی را از دست نمیتم.
مرا کی از اینجا نجات خواهد داد؟ ها؟ خدایا گپ مرا گوش کن. اشتار نقد اینجا فایده به دست نمیاری. شاید حمیده وقت حرکت کرده باشه. بخیز پیش از اینکه حمیده برش بگویه. خودت برو کل چیزا به یوسف خان بگو دختر جان. طرف مسئل کو. گریه کن، زاری کن، چیغ بزن. هر کاری که انجام داده میتونی انجام بده. بدونی دیگه راهی نداری. کجا میری؟ رفته تمام چیزا برش میگی؟ نمیفهمم خاله. نمیفهمم. فکر میکنم حال سرنوشت ما فقط دست یوسف خان است. همانطور است. کجا میرین خانم؟ نمیفهمم. فقط از اینجا بریم. ظالم فرمان ادامه خود صادر کرده. حال به عملی ساختنش میره. زود چه که بریم؟ کجا بریم؟ میخوایی دعوتنامه فرمایش بدی یا نه؟ البته که میخوایم. بیازو گفته بودم. پس زود باش دیگه. این کمره عکاسی رو چی میکنی؟ کمی صبر داشته باش. درست است، اما یک چیز خوب بگو که ما کجا میریم. راستش من هم میفهمم. ایره خود تو باید بگویی. از این کار بیخی یک معما جور کردی. سلام دختره. جای میرفتین بچیم؟ راستش ما کمی کار داشتیم پدر. خیرت است؟ نه خیرت است. بچیم امروز همراه هوا گپ زدی؟ چند دقیقه پیش همراه هوا بودم. تاریخ نکارم در از دلخواه خود گرفتیم. بسیار خوب، تبریک باشه. زنده باشین پدر. خب دیگه بعدا میبینیم. درست است. روزتون خوش. به شما. سلام یولمز خان. تو در اینجا چی میکنی حمیده؟ یوسف کجاست؟ میخوایم امرش گپ بزنم. چند دقیقه پیش بیرون رفت. لعنت به شیطان. ما برای چی بگویم؟ هر کاری که دلت شد انجام میدی حمیده. به من چی وعده کرده بودی؟ نگفته بودی که تا فردا صبر میکنی؟ یعنی تو هنوزم فکر میکنی هوا امرای یوسف گپ میزنه ها؟ کاملا اشتباه میکنی. امروز او دختر مکار در خانه ما آمده بود.
گفت هر کار میخواین انجام بتین، اما مطمئن باشین با این کارتان مرا از یوسف جدا ساخته او نمیتونین. دختر حتما آمده بود کمرایت گپ بزنه، اما شاید تو هم خوب فهمانده باشیش که به جز گپ زدن همراه یوسف دیگه چاره نداره. پس تو بگو برش چی میگفتم یلماز خانه ها؟ به نظر تو چی میکردم؟ اما خو هنوزم فکر نمیکنم که فهمیده باشه. یلماز خان در چشمای او دختر یک دیوانگی دیده میشه که هیچ برد گفته نمیتونم. فقط میگه من یوسف دوست دارم، دیگه یک کلمه هم نمیگه. یعنی فکر نمیکنم به یوسف چیزی بگویه. درست است، ما تا شام صبر میکنیم. اگه برای چیزی نگفت او وقت یک راه دیگه برش پیدا میکنیم. آی من چی بگویم یلماز خان؟ میفهمی یک روز این خون سردی تو بالاخره مرا از بین خود برد. اوف. اونجا را چراغان میسازیم، مزاران میمانیم، ده هر جای گل میمانیم. اینایی هم کارتای دعوتتان در پشت سرشان نوشته میکنن. اینا بسیار زیباستن. چند بیت شعری را که دوست دارم اینجا نوشته میکنیم. حتما خوش هوا میآید. خوب میشن. این مفکوره حتی به ذهن ما هم نامده بود. به نظر من هوا اینا را بسیار خوش میکنه. زنده باشی بالا. اگر تو نمی بودی اینا را انجام دادن نمیتونستم. هر وقت اینا را میبینم هوا یادم میآید. خواهش میکنم، من این کار را به علاقه انجام دادم. راستی با محل عروسی رفتم میتونیم؟ البته همیاره به دوستم زنگ میزنم، امروز میبینه. من این خوبیای تا چطور جبران کنم؟ لازم نیست جبران کنیم، من این کار را به عنوان یک دوست انجام میتونم. درست است، شوخی کنم.
سلام سیلین جان. امروز میتونیم از نزدیک ببینیم؟ وقتی در قصر آمده بودی بسیار جوان بودی. حالا کاملا مثل زنای پیر شدی سلطانه. آخرین رای من همی بوده. همی بوده. در تمام کاپادوکیا این منطقهش بسیار دوست دارم. اینجا وقت غروب بسیار زیباست. هوا؟ یوسف هوام اینجاست. هوا؟ چی گپ شده یک دانم اینجا چی میکنی؟ خانم سیلین تنظیمات عروسی ما را به عهده دارم. آمدیم که سارا برش نشان بدیم. نام زدم هوا. از دیدنتان خوش شدم. هوا تو خوب هستی؟ ما درباره بعضی کارها گپ زده بودیم نه؟ چراغان ساختن و گل شاندن. درباره اونا برشان گفتم. هر کاری که از دستم بیاد براتون انجام میتونم. اگه چیزی دگاه میخوایی با اینا بگو. یک دانم تو خوب هستی؟ جانم تو را چی شده؟ تو در اینجا چی میکنی هوا؟ چی گپ است بگو برم. من نمیتونم یوسف. چی را نمیتونی؟ من نمیتونم همراه تو عروسی کنم.